تو یک جان از جان خودی، سوزن از جان خودی، جلو از جان دیگر. خیره بیا تو بیش ما کار ندارم. بانه شورم بیدار میشم. اون اسوار تا یک سال بوده حول یک دفعه که اعصابش آرام شد. با سرسدان نکنید بچه دیگر یک دیم شغال بریم میده. چه نزنین خواه؟ یا جشن پیشکو بچه پیشکو جشنی چی اینجا طفل از بین بره که جشن منم اسوارت بسیار بس نکن بته دیگه آدم شد از دور استفاده نکن تو پچکاری خود پچکاری که خودت روانی و مریضی خودش روانی شد مریض روانی تو قدرن نمونه برو در که میری بان ماده کجا که محمد کارت حافظ کجا که برو ببین کجاست برو ببین نه او بالشته بده آقا عبدالله جا بلند شد دیگه اگر راست میگه اونو بلند شد تفیز کجاست برو بان ماده مسخره چای جوش شد؟ چای مانده که جوش وطن دوستت بشکنه خیره میشنی برای یکم خوب من گرفتم خودم والا بسیار خسته شدیم اونجا جنگ هم شد نه؟ کلگی جای میشه اینجا اگه سر صدا نکنم نظری یا فوتو بندازم پارتو کمک سلام جاب دی دوست خبر کو خلیفه دیگه پیش مختار باش مختار باش انشالله نه برازی یادم ما رفت والا برشان خریده بودم خلاص کنیم همون استکاک خواهد نه دارم من نظری سب بزرگ نمی آیات بزرگ زندگی میکنم یا سلطان کل سلطان یا باری یا اول یا آخر یا دافع البلایات یا نور کل نور نظری وسایل آفرینت والا باز میریم خب شما در فکر تان هستین در فکر دیگران باشین بله اما بشر آدم همون روز نیست یک دفعه تشنج نمیز اینجا شروع میشه شما خودتو تشنج و روانی را بیاری میکنین بازو از سر ما میزنین که تو روانی پیچکاری ناخواسته برم میزنم بزرگ ما جو تیار هستم من مریض نیستم مریض یادم هست صحت خودت خوب است؟ کاملا؟ صحت ما خوب است و اینا چیه؟ اینا چی؟ از کجا آمده؟ اینا پدر و مادر ندارن اینا آمده به جشن ملکه آمده میزاربندم رقم آرام بشه بان ما را آرام بشید دیگه تا اگه آرام نشونی ما تو را دیگه از خانه بیرون میکنم دیگه دنبال تن برو نمیم سالا بیرون کدنی یک چند وقت قدر دیگه من میرم چند روز برای خودم گرگان میکنم دیگه تو خواب من در سر شما قدری شما قدری شما نظری اینطوری میکنم و دیگه برای همیشه خوب کنم برای از گم میکنم ما قد کس داد دارم نگرفت حالا یک لقمه نان میخورم صبحم بچم میگیرم چاشتم بچم میگیرم پینا او بچه ندیده بود اندازه مای خمیر بود دوار زن مرد میرم نان بیازم نان این بیادر جان تا غروبم ما اشتوک میگیرم اینه اون نام خدا 3 ساله 4 ساله بچه شده اینه ما قضا کمک هستم خیر ببینی تو بارجو شما 28 سال پشکاری کردی در کجا دکتر نجیب چی وقت بود؟ کازای ما افغانستان آمدیم ما کاری نکردیم که بدر جان شرمنده مردم باشم ما میشه با افتخار زندگی کردیم بله پدر ما سرایدار بود
نادارم نبودیم گروه مدافعین بودیم اسلحه هم دیدیم مردم هم دیدیم زور هم دیدیم زندان هم شدیم تحقیر هم شدیم آواره هم شدیم این آمدیم بیا بودیم به کشور خود ما آمدیم حالا ما اینجا آرامیم نمیدونم که با خود چند وقت هوای بد میبینم چی؟ حالا شما مسلمان متدین هستین کلتان پیش کن نبیا دختر نبیا بری الالا بیرو بری پیش کن مورا بله درک دارین ما معلمای ما در کابل بزرگ شدیم معلمای ما مادرای ما بود کات کرده گوره کرد وقت نیست دیگه 7 ساله 8 ساله ما در مکتب خوندم بله معلمین ما افغان بود تاجیک بود هزاره بود این مسئله نجات مطرح نیست در افغانستان حالا ما دیگه هیچ از شما چی ندارم منظور از من اینی بچه های دیزم میه عدد رقمی میشه نه نه بچه ها کجا هستن؟ ما قربان شما شما اگر شما واقعا خدمت میکنید حاج شما را بنده چی دولت بیته چی نتا میشه خدا ما یک جای رفتم گفتم ما دفترچه مرلین گفت تو از بلکه را نام خدا فعال هستیم ما کسی را دفترچه میدیم که یک دیست یک پای یا چشمش کور باشه گوش کرده تو جو تیار است تو رو ما چی نمیتون دفترچه نمیتون اگر نمان در دوری نجیب الله یک چند وقت عسکر بودیم وقت عسکر بزرگ میگیره و جبری میگیره یک 10 ماه 5 ماه عسکری کردم جلباز زخمی شدم از کابل باز رفتم ایران همون بالتی چپ دیگه داری یا نداری؟ نه دیگه نفره اینجا دیگه برو دختر برو بچه گپا نمیفهمی؟ نگی چی غرض گرفتی او را کی زد؟ تو باش ما بیایم پیش که دروازه را این دیگه در دوش تو اصلا نگاه کردنش دوش ما خب حال تو چرا باید پیچکاری بزنی؟ والا پیشکاری اعصاب میزنم به خاطر چی که یکان سرگیجه دارم کم خواب میشم خواب نمیبرد دو شب که خواب نکنم بعد ما رو باید دیگه دستپای من ببنده زده یعنی زدن کندن میکنم قدیزی برادر خود چند دفعه برا زده کتک زده اونا در شهدایی در ایراد اینجا زدن که در اعصاب تاثیر داره همه پیشکاری اعصاب میزنم جان دلم سلام اونجا اشتکار پیشکاری اعصاب چرا تجویز دیده دیگه اگر نیمه خود نمیخوایم بزنم حال چرا کاکا عبدالله را گفتی که مرا پیشکاری نزن من صحتم خوبم پیشکاری او پیشکارا رامبخشه خواب آوره اینا لگوره بزنم بعد این تفلک چی میشه او یک دفعه شور میشه اصلا مرا زیاد میکنه طبیعه بعد نرمال میشیم تا یک هفته دیگه 2 هفته دیگه خوب میشه حالا اگه بزنم باز چیزی زیاد است به نظر زندگی کاکا عبدالله و خانم طاهره را چگونه ارزیابی میکنی خودت؟ والا به نظر ما اصل رقم ماندم است حالا یک خانم دیگه داشت او را طلاق شد بچه تا 14-13 سالگی به دوش ما بود ما بزرگ کردم از او خانمشم این علمیت بیبندبار است مسئولیت ناپذیر است مسئولیت قبول نمیکنه که بگی یک کار دائم داشته باشه نداره میره در ساختمان کار میکنه 10 میلیون میگیره 1 میلیونش خودش نمیگیره هنوز باید کارم میشه مثل مولا نصرالدین کارگر میگیره زیاد
مثلا یک ضربی میزد امی ساختمانه 10 میلیون از اون میگرفت 10 میلیون 12 میلیون به کارگران میداد 2 میلیون طلبکار از اینجا فرار از اینجا فرار دیگه کارگرای خانم نگیره حالا او در زبان یعنی نمیفهمه روش زندگی خود نمیفهمه که ما چی فعلا اینجا که زندگی میکنین در رابطه اردوی از یا چگونه است تو راضی هستی من حیث زن شوهر میمانند به یکی دیگر نمیمانند بله خانوم از یا که هست ما کار ندارم یک در عصبانی است خوب یک دفعه میگه گور بابا دیدم امروز بعد قزنجیر زدم با شوهرش گفته که دستای من بست و دهن من ماکه خدا شاید امی طفل قرآن نیکست که ما لمس نکردیم دستش یک زنجیر زدم که پچه شیر بیدی و ویلا میکرد موبایل گرفته اینجوری باید آواز گوش میداد ما به خاطر از او عبدالله آمد که تو برادر بدنم چیق داری که زن ما زدی چوبکاری کرد دسته کلنگ زد بلک کرد دسته کلنگ زد جانم گفتم دی هر چی زد گفتم دی نه خیره گذشت کنیم پسان پشیمون میشه از ما اولاد وش میکنم برادر حق برادری دارم سزاوار نیست که تو ما را بزنی اون از ذاتم برو خیر گذشت کنین در خانه یک تفاق است حالا خداوند عالم او میفهمم ما چی میفهمم که عبدالله اینجاست چی میشه بله یک دفعه میبینی جوانایی هست که میلیون ها جوان دیگر میارده گرم میزنه از بین میره بالکل خداییش این تو جوان هست که 4 تا 5 تا جوان دیگر ارزش داره اون از بین میره بالکل این عجل است که آدم وقت نمیتنه یا مثلا مریض میشه یا یک بهانه میشه یا طاعون میشه یا زلزله میشه یا زنده بگور میشه یا چون تو رو باید عوض کنم میرم بخیر باش که کاکا عبدالله را که تشک خب آینده از این تفلک چگونه خودت پیش بینی کردیم چی ارزیابی میکنی؟ قربان چند نظری صاحب امت بلا طرف او عروس خانم آمده تبریک باش خیر پس سوال خواد کردیم این عروس خانم آمده دیگه آماده شدی بخیر نظری صاحب قند شما خوب سوال کردین سوال بیا اینجا بشی بیا بشی که سوال و جواب از عروس بیا دیگه که اینجا دوستا منتظر از دیگه بیا بشی کیفتم پیش روید بان باز من میگم درود خدا بر محمد رسول الله ای عزیزم ما تو یک سوال خوب کردین گفتین که آینده طفلا رو چی میبینی بله وقتی الله پاک در قرآن گفته است الله پاک به قرآن نظری صاحب گفته وقتی کل خوار برادر در فامیلت ازت گرفتم چنانچه که تو در راه ما قدم بانی یعنی چی رقم یعنی که در راه خدا او را از نظر به شارک نزدیکتر ببینی بازش کنم او زمان تو تنها نیستی امت محمد مصطفی نه با کمک ما اینجا داشتیم میمردیم شما عزیز در یک دقیقه وطن دوست با میدم و دستگاه آمدین ما گفتم که البته چونی لجه ایرانی داره ما یه اشاره با میان میبارم مردم گفته این دختر ایرانی را فرار داده است یه از برادرای تاجک ما است بله این مرا زیر سوال قرار داده اینا امنیت است این بود که آزادانه آمده اینا ما را دیدی وضعیت ما با شما معلوم شد بعد که ما خبر شدم که شما از شبکه لبخند هستین هم برادر عزیزم هستین مردم هرچی میگه بگوید بله اگر تو قدر یک سیب نداری بسته تو درخت شاید باغش بته به تو میگه که به من ندادی بله او است که یک تعداد فرشته هایی که شما را میگم شما یک چیز سفید باشین هر چی بزنه لکه به شما نمیشه چرا که ما این فیسبوک ها را خواندیم بیا رسول یک دقیقه بگی اینو یاد داری؟ بعضی ها با شما تومت چارکلا زده یا دزد زده گفته ای دزد است
با ما کمک نرسیده. چرا کمکی که حالا ما را از نم نجات دادین، اینا میبینین که لباس پر اینا خریدین، چیزی که ضرب بود برای ما آوردین، خانه تان آباد باشه، عزت دادین به ما به حساب قوت قلب دادین. ما از تمام جهان اسلام که در پشت سر شما هست دست شما را میگیره. ما از اینجا میگیم که به حساب نوروزشان پیروز باشه، هر روزشان نوروز باشه. امید که انشالله برادرایی که در رأس انقلاب، در رأس دولت ما، چی از علمای کرام، چی از دکتر صاحب اشرف غنی، دکتر صاحب عبدالله، رئیس صاحب عالی صلح، انجینیر صاحب حکمتیار، دوستان، هر چی که به حساب رهبری که ما داریم این صحنه غم انگیز سعی کنه ببینه که 42 سال جنگ کلگی تکه تکه نصف بدن نیست، روانه خراب است، یک تعداد در یک جای سیلی میخوره. حالا من ایره که میگم شما در یک لحظه دوربینتان در شهر آوردین دیگه، این خودش روانشناسان متخصص است. از دستی که ما چی بریم چی کنیم؟ بیا یارا جور میکنین یا نان میتین باز جور میتین؟ دو بجه میشه دیگه. خب بیار حالا بیار. نم دخترها را رایی که تو دخترکا را رایی که داخل نه دختر نیست دیگه. یک دانه بالآور خانه هستن. دخترها را که میبینید بچه ها را که میبینید اینا را ما خواستیم که تا خوشی شما بازیام یک خوشی بتیم. نظر جان ما خانه جارو بزنم اینجا ها بیشتر ما خورده باز اینطور کرد. نه بخوریم باز جارو بزن. چی علمای کرام، چی اشرف صاحب غنی، اینا بیشکنن تا ما را سعی کنن که بخیر نمیشه و یک صلح بخیر کرده می بهار اینا بیشکنن توافق کنن. بله. این وطن ما بخیر، کل نمونایی که در کشور باور به خدا کنه آقای اوی که در آلمان است، در شرق است، در غرب است، کانادا است، استرالیا است، در هر کشوری که هست مال ما را میبینه با آرزوی این است که یک دقیقه برو مثلا در کابل بشینه میفرده و آسمان این را من میفهمم وطن چیزی دیگه است. بچه چی میکنیم؟ برو دستایتان بوشه نان بخوری. حالا بدو دستایتان بوشه بدو. مزدور اسرائیل بود، مرا به حساب پدر ملعنت کرد. پشتش نگر تو که عبدالله تو بخی کمی جای جور کنیم که نان بخوریم. خب اطلاعات ایران قوی است که نمونه که اکسای ازی رفته کلن مدرسهش رفته، حتی بیمارستان هایش کلش در دستش است. نه مایی که همونجا از جهت مهاجرین که است، اینجا عکس ما هم است، کارت ازی هم است. از خاطر ازی با ما یک کارت داده، اونام در دایرات است که برات نشان میتم. چرا آمدیم؟ به خاطر که بیزیستیش اینی بچه ما میگرفت. نه نمیگه که این رو میگرفت، میگفتی هم مادرش نرمال نیست، هم پدرش حسابش حالا به این مریض داری که پدرش ما باید پرستاری میکنم. شما اونجا میبینن بخیر مادر کلانش کل مردم مسلمان ایران براتان میگه. او وقت دیگه یک نفر 5 سال بیمارستان باشه فکر کن که او اما کسی که به این داشتن کار میکرد 7 ماه که از این دنیا رفته آقا جان. یعنی می کسایی که گفتی برنامه را دیدن در اونجا. بله. تو گفتی که بر ما اول آمده که رفتن بیمارستان تعقیب کردن و دیگر این خودت از کجا آگاه شدیم؟ این خب ما ببینین ما این کار را میگم حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگه کسی کمک میکنه نباید کسی حتی صورتش ببینه. بله بله. که او میشه چی میشه ریایی میشه خراب میشه. بله. و اولاد رسول الله ما میره گفته، اصحاب کرام ما میره گفته، اما من که اینجا شما را میبینم واقعا فرشته هایی هستین که همی کار کردین. من در جریان نبودم چون من کل فامیلایم در کل دنیا پخش است، برنامه شما را تعقیب کردم میرن. بله. اما امونا با ما یک زمان جنگ داشتن. بله. ما این دختر را که زمانه گرفتم هدف ما فقط بود که سرک جمع شود. ما اینا نمیخواستم به نکاح بگیرم. من نکاحی که به حساب گرفته بودم به خاطر که محرم باشم که یک دستم به جانش میخوره که بالا میاره
اونجا کل فیلم ها را مردم برای شما میگه. بله بله. اما زمانی که دیدم که بالا میره تشنج میگیره که دکتر صاحبا خودشون به من میگفتی چی رقم چی نوع تشنج میگیره، من میگفتم اینی یک دفعه به تو نگاه میکنه فقط به می دیوار بلا فاصله یک افتاد اینو پاک میزنه و دیگه سنگ میشه. وقت سنگ شد من فقط دعای معراج شریف است، گنج العرش است، اینمیا را میخواندم و با شیطان از این مبارزه میکردم که علمای کرام میدونم که همون گپ را زدم. تو ده یک لحظه شما دی فیلم اول سعی کنین، این دختر به همکارت میگه که ما عبدالله را نمیخوایم، من اینی را میخوایم. جناب ناظری صاحب میگه او که شوهر دارم، میگه خیر شوهرم داره، ما او را میگیرم. پس یک انسان که سالم باشه این رقم نیست. و ای که با حساب دکترها ما را 100 میلی گرم میداد، 200 شد، 300 400. حالا ما این گولیاش میارم دیپاکان است که دیگه شما به انگلیسی میفهمین، اینی را شما بخوانین ببینین بازی دکتر صاحبا میگه چی مرض تجویز میشه. شما این را به انگلیسی میتونین بخوانین. ولس لیفتروز ولسترو لیفترون لو رم امورا بلندتر امیرا لیفتریستیم است که تابلت 500 میلی گرم است. ایش دیپوکان 500 این طرف نشان باشی خون. امورا با دوربین نزدیک کنه. دیگه شد این سودی هم مچم چه رقمیش اینش پاک شدم. آها اینی سودی هم اسیشم اوکسس دوی را دکتر صاحبا دیگه مخففشم میفهمد دیپاکان به چی مرض دیو و دیگهش ولستر چی گفت خانده؟ صحیح بگی طرف لیفتروم است که چی است تابلت. خب ایران تو نزدیک به دوربین میگیریم باز اونا میدانن که چی است. 500 ها و این هم که ایران ببخشید نظری این دیلپروکس سودی هم است. دیپاکان آفرین. دیپاکان امیرم یک دفعه نزدیک کنه. نه توتش این دو تا است که ایره باید تا خانم بخوره، اگر نخوره تشنج برش میه. اما این اصلی شد که به حساب ما گفتم ناورده، این از کارخانه دیگه است که این پاکستانی است. خب بیارین بخیر نان بیارین. خوبی که شما دارین ببینین پدر شوهرم پیدا شده، فامیلاش پیدا شده، فیلم شما را دیده، اما ما شمارهش برش میتیم. اینه میرم بانک که اونا به ما زنگ بزنن. این شماره کی است؟ پدر ازی است که از ماست که پدرش به ما زنگ بزنه، عموش زنگ بزنه. 0780 67 48 72 0790 26 056 308 0744 65 72 40. اینمی که بزنن بالاخره میتونه با این ویخی گپ بزنه که هم اگه صدای پدر امور بشنوه باور که از 10 تا پیچکاری دهی زیادتر است که اما اکثرا میگه نظری صاحب مرا باید مشهد ببرم. نه انشالله بگیره اشتکار بیاره دیگه. الله چی میکنی؟ دسترخوان نیست؟ نه کالایت کثیف میشه. تو دختره کتره بیا توی تایر خانم دی بین بشی خب؟ همراه دوستایت اینی را کالایش بو پوشانو بیادری را برش کالا خریدی. تو بچه جات شوخ هستی بشی همیجا شور نخو باز بیرون میبرم تا. خدای پاک دیوانه. خب اما کالای کجاست؟ سفره دیگه هم داریم. بیار دیگه شام سفره دیگر هم بیار. کات که خوب کل چیز آماده شد کم بگیره هنوز دیگه چیزایش اینا نسر کنیم بازی را میپوشانیم. بیا بیار دیگه تفلات شد. تفلات دیگر هم بیاریم؟ بیا بچه نکن بطایتانو بگشن یک طرف خوش هستی؟ دیدیو خوش هستی؟ آره دختر رو خوش هستم دیگه. بیان یکی بشینیم اشتکار بشینیم اونجا بشی بچه میجه تو قشوخ هستی میزنمت باز بشی جخ شو یک ذره بشی صحیح بشی برو کالای تا بپوش نینجا بشی بچه جخ شو کمک جخ شو بچه جخ شو که نفر زیاده
چقدر همه گیرد بیار دیگه بچه ها بگو بیا جخ شو بچه جخ شو یا بچه جای بته بیار چند نفر دیگه مانده تایره خانم تایره خانم این دستمال خود کم بالا کوره نه نمیره اما یاسین هم بگو بیایم اونم مال چیز همسایه کی را؟ یاسین؟ بچه همسایه من بگو بیاید استاد سخی چرا سایل داره استاد نعیم چی شد؟ یاسین بیا دیگه نیا یاسین جا تام بیا برای جشت بیا تام بیا نعیم بگی او بعد تقسیم کو دیگه یا اکتا ها بگیدن دو برای تو میاریم ما یگان تا دو نفر بچیم بگیری خواه یگان تا بشینی بخوری زیاد باز میمون از پیشتان قاشق نمانده یا ما بچه ما بگه دختر اکسای نک میدم هیچیه خانم ای چند تاست؟ 4 خوراکه؟ نیست این دو تا چی سالنگیش است خب بیا بته یکیش اونجا بته یکیش کاکا عبدالله را یکی ربان پیشوریه که مرا بیار یک چیز زیرشبان که چپه شده این پلوس این اینجاست یا هم پر است نه نه این برخ مرده است این کاکا چی هستی؟ تشکر این هم سالندش کی است کی است؟ پورا است نیمه پورا یام پورا است این را بر کاکا عبدالله بان این سالنده؟ نه یام پورا است یک باش کاکا عبدالله بیا برازی ماندی؟ نه ما سالندش هم بیار سالندشان بان تو میگه با خود بان تو قاشق کار صدا نکنیم اومده بانه رو از تو هستی ما چم 6 تاست دیرو پره روز او 3 روز پیش آمده بودم پره روز آمدیم روز 5 شنبه آمدیم جمعه کد از یا برنامه داشتیم لباس خریداری کردیم برای کلشان دیگه امروز اینجا آوردیمشان قربان قدمایتان اجر شما با الله خواب حج شما رفتین 1000 دفعه طواف کردین آمدین دیگه حج بهانه بود حج لب خانه است کسی که بخواین یک بندی خدا را خوشحال کنه یتیمه بله الله تعالی میفهمه که 10 دفعه تو در حج رفتی پس آمدی حج خب بهانه است دقیقا وقت یک برادر دیگه ما میگه مسلمان نماز بله مسلمان خواهد رسول مبارک میگه از کلامش شناخته از رفتارش شناخته میشه حالا برادر ما هرچی از رسول الله و خدا گفتم شما قبل از اینکه من ملا شم من بسته پول چرخی را کنسرت میدادم دوستایی که یک کسی که در دوزه 6 کرده بندی بود باز برد تا نه او فکر کنم جنگ کرده بود چی کرده بود وام یک پیام کرده بود دیگه قصای زندان هم میکرد که آهنگ میخواند یگان تفریح و سیل که میگی شنیدن که ای بود مانند دیدن 6 7 9 کلش در میدان که به دو تا چشم که یک جای شد اون وقت باز میشاله ما او را ندیدیم بله بسیار از دشمنان خود نیست خود دشمن ما شیطان است بله اما بعضیایی که این هم چشمی داره مثلا یک خیر جلوش میگیره این مثلا شما میگین یک دختر کاکای مظالمان چند دفعه شما را مانع کار شده بله بله همونا میگفتن که این دختر نگی مثلا آخه تو چیز کم است تو یک دریور خوب هستی تو یک تاجر خوب هستی تو
تیز هستی. برو یک زن اندازه بگه، اما چیزی که اون مولوی صاحب کرام که از قرآن گفت، بله از قرآن از رسول الله گفت که این جهاد اکبر است. حالا ما هم رفتیم جهاد اکبر کردیم که اونجا باز مردم مسلمان ایران هم در میجا هستن، شاهد هستن، کلشان در صحنه هستن. دیگه او وقت یک بنده خدایی که از اجتماع با دور از پدر ما را 3 دفعه لعنت کرده، او رحمت میشه به زور خدا. بله بله بله. اما دکتر صاحبایی که اونا رو هم گفته که چیکو همینجا در فیک بوکس 60 من میخوانم برات که تو چیز ملیت و مذهب نکو، انسانیت. انسانیت چی است؟ انسانیت اول اینمی است که تو رسول خدا به تو گفته قبل از وقوع، مثل او دختری که در شاد شمشیری چشمای از رواز کو که کلاهش پایینه. شمشیری ولی بنده خدا را اسم چی بود امویی که شهید شد، شهیده شد؟ فرخنده بیچاره که آمده بود که یک قرآن مجید را چی کنه. او ملا میخواست که در چیز شوم خود برسه، یک پیام داد که قرآن از زده زیر پای کرده. مردم از هر طرف آمدی را زد زیر پای کرد، بیچاره را شهید کرد که حالا حیف میخورن. حالا خود دنیا بسیار به حساب قرن 2020 است. حالا شما میدانین که ای از پیش ای دوربین کسی گریخته نمیتونه، دوربین الله سر جایش است. خانه مشترک جمهوری اسلامی ایران با افغانستان 42 سال، از 3000 سال ما به حساب چیز دوستی و برادری داریم، از فرهنگ، از هر چیز ما زبان. او وقت ای 42 سال اینا ما زبان ما بودن. ما هیچ وقت نگفتیم ایرانی ها، ما گفتیم او باش در کشور میتونه باشه، در افغانستان است، در ایران است. اونا مبارزه ای که میکنن با 3 چیز. یک مواد مخدر که به کل ما معلوم است، اونایی که در ایران زندگی کرده. یکی در مسئله کودک‌آزاری یا مسئله ضد انقلاب باشه، اونا دیگه بسیار سریع شمشیرش تیز است. اما توی را نگو خود مرا گفته این مزدور طالب است. خود طالبات جزبی وطن است، از این وطن است، پرچم اجرایش به کل دنیا معلوم است. اما تو هستی به حساب مزدور کشور اسرائیل. تو میخوای یک گپای بزنی در حالی که اطلاعات ایران و قدر تیز است که وقت فیلم ما را ببینه فوراً میره در جایگاهی که این دختر در کجا درس خوانده، این دختر در کجا تداوی شده. 4 تا بیمارستان ما نام بردیم، از کلش تشکر میکنم. و آمدن ما چرا آمدیم؟ به این دلیل که اونو بچه مینی طفل مرا میخواست از ما بیزیستی بگیره، میخواست بگیره که یه عموش هم دیوانه است، مادرش هم میرقم است. و این بود که ما گریختیم آمدیم که طفل ما حالا 4 ساله شده نام خدا. حالا که بری نمیگیره ایره؟ نه دیگه چی میگیره؟ تازه قدش همون میریم بخیر، دمو بیمارستانایش میریم، تشکرها داریم از اونا به حساب. کلشان شما ببینید در جشن به شما میگه با 200 نفر از برادرای ایرانی خوارا آمدن، مثل که شما همی کارا کردین. بله. یادم تشویق کرده وقت دست ما را گرفتن. خیر ببینید تو یک کار خوبی کردی. قربانت ما یک نان بخوریم اجازه است؟ بخیر باش. نان هم تیار از دوستای عزیز دیگه باز گپ میزنیم. بیار بخیر. اونجا تیر شد در پشت جبه. بچه هم کسایی که نان خورده برای دیگه متم کسایی که نخورده اینا مانده بذار بخورم. باشه دیگه کپل نمیز من کباب بکدی سعی یکی را که دادی باز کلگی دیگه خانم تایره را بته اینا کاکا میگم. این کاکا. بله. کاکا گفتن. آخرین سانا دوست که میگرفتم دیگه. ها بچه. یک کوتای زاد مادر خدا. اون هستی که من میتونم بازی هم با من بسته. کمه